سلام، خیلی خوش اومدید به این برنامه. امروز میخوایم با هم یه نگاهی بندازیم به اینکه چطوری میشه جنگ با هوس شکر رو تموم کرد. نه با زور و سختی، بلکه با هوشمندی. میخوایم یاد بگیریم چطور این چرخه رو برای همیشه بشکنیم. میدونین از چی حرف میزنم نه؟ همون افت انرژی معروف ساعت 3 بعد از ظهر. یا اون هوس‌های آخر شبی برای یه چیز شیرین که امون آدمو میبره. اگه اینا براتون آشناست، پس میدونید که این یه چرخه باطله که گیر افتادن توش خیلی راحته. ببینید، اصل قضیه این نیست که با هوس‌هامون کشتی بگیریم. نه، هدف اینه که ازشون باهوشتر عمل کنیم. قراره کل این ماجرا رو از یه محرومیت عذاب‌آور به یه انتخاب هوشمندانه و قدرتمند تبدیل کنیم. یه تغییر دیدگاه اساسی. خیلی خوب، پس بیایید بریم سر اصل مطلب. اول از همه بیایید بفهمیم چرا اصلا مقاومت در برابر شکر اینقدر کار سختیه. این جنگی که انگار هیچ وقت تمومی نداره، ریشش کجاست؟ قضیه برمیگرده به خیلی وقت پیش. به مغز عصر حجری ما. مغز ما از همون ابتدا برای بقا سیم‌کشی شده که دنبال چیزای شیرین بگرده. چون شیرینی مثل میوه ها مساوی بوده با انرژی و امنیت. پس این یه جور غریزه بقاست که ما میل ذاتی به شیرینی داریم. حالا مشکل از کجا شروع میشه؟ از اینجا که اون مغز باستانی ما داره توی دنیای امروز زندگی میکنه. دنیایی که خوراکی‌های شیرین 24 ساعته 7 روز هفته همه جا هستن. از شیرینی به عنوان جایزه برای آروم کردن خودمون یا حتی برای جشن گرفتن استفاده میکنیم. از طرفی وقتی شکر میخوریم مغزمون یه ماده به اسم دوپامین آزاد میکنه که حس خوبی بهمون میده و خب طبیعتاً بیشتر و بیشتر ازش میخواد. اینجوریه که عادتهای ناسالم خیلی راحت شکل میگیرن و ما توی این چرخه گیر میکنیم. پس اولین و مهمترین ستون ماجرا اینه. نکته کلیدی اینه که اولین میدون جنگ آشپزخونه شما نیست، بلکه میدون اصلی توی ذهن شماست. این جمله خیلی مهمه. میگه وقتی یه چیزی رو ممنوع میکنی، جذابتر و خواستنی‌تر میشه. این یه جور سیمکشی توی وجود ما آدم هاست. دقیقاً به خاطر همینه که سیاست ممنوعیت کامل شکر تقریباً همیشه شکست میخوره و آخرش به پرخوری‌های شدیدتر ختم میشه. خب، چطوری این ذهن رو مدیریت کنیم؟ 3 ابزار خیلی کاربردی داریم. اول از همه محرک هاتون رو شناسایی کنید. یه هفته مثل یک کاراگاه یادداشت کنید که کی هوس شیرینی میکنید و چه حسی دارید. استرس دارید، بی‌حوصله‌اید، خسته‌اید. این الگوها رو پیدا کنید. دوم، به جای ممنوعیت مطلق از سیستم کوپن شیرینی استفاده کنید. یعنی برای خودتون در هفته چند تا اجازه برنامه‌ریزی شده برای خوردن شیرینی در نظر بگیرید. این کار بهتون حس کنترل میده. و سوم، آمادگی ذهنی. برای موقعیت‌های پرخطر مثل مهمونی یا رستوران رفتن از قبل فکر کنید و استراتژی داشته باشید. خب، ستون اول که ذهنیت بود رو بررسی کردیم. حالا میرسیم به ستون دوم که به نظر من فوق‌العاده جالبه. اینجا قراره یاد بگیریم چطور کاری کنیم که انتخاب‌های سالم، انتخاب‌های پیش‌فرض و اتوماتیک ما بشن، بدون اینکه نیاز به جنگ و جدل دائمی به خودمون داشته باشیم. ما میتونیم از یه تکنیک خیلی هوشمندانه تو علوم رفتاری به اسم تلنگر زدن یا ناجینگ استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی با یه سری تغییرات کوچیک و نامحسوس توی محیط اطرافمون خودمون رو به سمت انتخاب‌های بهتر هل بدیم. یه جورایی محیط رو برای موفقیت خودمون طراحی کنیم. یه مثال خیلی واضحش یه خونه تکونی ساده تو آشپزخونه است. فکر کنید قبل از این تغییر شیرینی‌ها و هلهوله‌ها جلوی چشمتونن راحت برشون می‌دارید. اما بعدش چی؟ سبزیجات خرد شده، میوه‌ها توی ظرف‌های شفاف درست جلوی چشمتون توی یخچال و اون خوراکی‌های ناسالم میرن توی یه ظرف کدر بالای کابینت دور از دسترس. می‌بینید؟ با همین کار ساده انتخاب سالم انتخاب راحت‌تر میشه و وسوسه خود به خود کم میشه. و این تلنگرها میتونن خیلی چیزای دیگه‌ای هم باشن. مثلا از بشقاب‌های کوچیک‌تر استفاده کنید تا حجم غذاتون ناخودآگاه کنترل بشه.
هیچ وقت وقتی گرسنه یا خسته هستید خرید نرید، چون این یه دستوره برای خرید احساسی. انبار شیرینیجات خونه رو خالی کنید، حتی اونایی که برای مهمون نگه داشتید، یا حتی مسیرتون به خونه رو طوری انتخاب کنید که از جلوی اون شیرینی فروشی وسوسه انگیز رد نشید. این تغییرات کوچیک بار را از روی دوش اراده شما برمی‌دارن. بسیار خوب. ذهنیت رو درست کردیم، محیط رو هم برای موفقیت طراحی کردیم. حالا وقتشه که آستین‌ها رو بالا بزنیم و بریم سراغ ستون سوم. یک برنامه عملی، ساده و شفاف. این برنامه یه جور بازنشانی یا ریستارت 3 هفته‌ای برای قند خون شماست. هدفش اینه که بدن و عادت‌هاتون رو از اول تنظیم کنیم. هفته اول فقط 3 وعده غذای اصلی کامل، بدون هیچ میان وعده‌ای. تمرکز روی سبزیجات، پروتئین و چربی‌های سالم برای تثبیت قند خون. هفته دوم کم کم میوه رو به رژیمتون برمیگردونیم و با دقت به واکنش بدنمون گوش میدیم. و هفته سوم یک میان وعده سالم و از قبل تعیین شده اضافه می‌کنیم تا یاد بگیریم چطور هوس‌های بین وعده‌ها رو مدیریت کنیم. حالا قطعاً لحظاتی پیش میاد که هوس خیلی شدید میشه. برای این موقعیت‌های اضطراری باید یه جعبه ابزار آماده داشته باشید. یه سری کارهای فوری و غیر غذایی. مثلا چی؟ سریع 10 تا حرکت پروانه بزنید یا برید یه پیاده‌روی کوتاه. یه لیوان بزرگ آب بنوشید. حواستون رو پرت کنید. یه بازی روی گوشی، یه زنگ به یه دوست، هر چیزی. و یه سری افکار بازدارنده آماده داشته باشید. جملاتی مثل من لایق بهتر از اینم. یا آیا چند دقیقه دیگه از این کارم پشیمون نمیشم؟ خب، با هم 3 تا ستون اصلی رو مرور کردیم. چیزی که میخوام در نهایت بهش برسیم یه سری قانون خشک و بیروح نیست، بلکه یه نگاه و یه دیدگاه کاملا جدیده. پس کل این ماجرا، این سفر به سمت آزادی روی این 3 تا ستون محکم بنا شده. اول، ذهنیت، یعنی درک محرک‌های درونی و انتخاب‌های آگاهانه. دوم، محیط، یعنی کاری کنیم که دنیای بیرونمون انتخاب‌های سالم رو برامون ساده و راحت کنه. و سوم، برنامه عملی، یعنی یه نقشه راه ساده برای عادت‌های روزانمون داشته باشیم تا بدنمون رو بازنشانی کنیم و هوس‌ها رو مدیریت کنیم. و اینو همیشه یادتون باشه. این مسیر درباره از دست دادن نیست، درباره محرومیت نیست، بلکه درباره چیزهای فوق‌العاده است که به دست میارید. انرژی، حس کنترل روی سلامتیتون و از همه مهمتر آزادی. آزادی از زنجیر هوس‌ها. پس سوالم از شما اینه: امروز، همین الان، چه تغییر کوچیکی میتونید ایجاد کنید؟ لازم نیست یه انقلاب بزرگ بپا کنید. با یه قدم خیلی کوچیک شروع کنید. یه قدمی که حس می‌کنید از پسش برمیایید و موفقیت‌های بعدی رو روی همون بنا کنید.